سلام از هیمنم. اوی ویدیو و چند ویدیو بعدی در حاضرم در مورد مبحث OOP گپ کنم. OOP کلا چیه؟ سوشت سراغ OOP هرنی و در واقع همین مفاهیم پایه سراغ OOP کلا ارتو برنامه‌نویسی هم در خازن کلا برنامه‌نویسی چه؟ حاضر کار بدم از انجام بدم. فعالیت انجام بدم. فعالیت رو فرض کنید هم در خازن مثلا آدم در نظر بگیرم حاضر نوتری سیستم ها آدم ها مثلا آشپزی کن. خب سیستم میرسونه که کار آدم شبیه سازی کن. خب آدم آشپزی کن، مثلا نان داخل، مثلا مال تمیز کن. بنا کارنا انجام داده. بنا کارنا هم اشار کنی. خب اشار کنی ناخورن مثلا مال تمیز کنم بنا کلا تابع کنی. هر کجا هم کار که تابع انجام داده. اگر اونا کاری که آدم انجام داده گل کاره ده. خب کار مختلفه. یکم روشانو که هم وی کارانا به صورت تابع انجام ده. یه سری بگرد که نه به صورت تابع انجام ده، به صورت شیء انجام ده. اونا تفاوت چیه؟ یه سری از زمان برنامه‌نویسی باید که به صورت تابع و رویه انجام دادن. به روش پیاده‌سازی که اون تو کاری که ما گفتم کار تمیز کردن ما را ناخوان و فلان آشپزی اونا تا جدا کنه تو اشیاء که ما فرخونه که استفاده کنیم. مدل ایدنه باید که هم به صورت هم آدمه بگنیم به صورت یک در واقع مدل سازی کنیم، به OOP مدل سازی کنیم. بعد اونا کار ویش هر کی جون نمونهش یه اکشن انجام بدیم، ویژگی ساید آدم تعریف کنیم بعد استفاده کنیم. در مورد چربی انجام که هم گپ داریم. ما اونا دو تا اپروچ جدا نه، هر کی جا مزایا خانه مایه بخنه عشان نو گیج وارنده و کریتیه و هر کی چی. اما کلا کسی که سمت کلا دات نت جاوا بیشتر او مثلا سی شارپ دات منظور که وی و مثلا سی شارپ و اونا بیشتر OOP زیر ساخته بیشتر OOP نه، جاواش ها کار بعضی زمانانش رویه نه یا تابعی کار دکن. مزایای OOP چیه؟ مزایای که مزایای OOP بگه هم نرم افزار دنیسنی هم گه حواسه ما فقط نرم افزار اوی لحظه نویسی نه و گره 7-10 سال کار کرد، چند سال کار کرد لسه مرو زمان گر ریفکتور بود چه بود مشکل خطا. اما کلا گم مینتیننس و نگهداری که حواسه من هوا پس سراغ OOP یعنی که چون نگهداری راحت تره بهتره. مسئله بعدی که موقع که OOP یعنی سنی اشار که در واقع در ایدن ریزیبل چند در اشار که استفاده کنی ساختار OOP اگه هنی. بحث بعدی بحث ارگانیزیشن یعنی سازماندهی بهتر از شکل انجام بده. خب پس ما بحث دنیا که در واقع خیلی مهم است رو OOP هرنی. پس OOP یک روش، یک رویکرد، یک اپروچ برنامه‌نویسیه. گفتن غیر ویان ما روی خنی تابعی خنی چیزی نخواه. اما پس OOP یک امرشان بود دلیل نه که OOP هرنی بهترینه. هر کی جان مزدور مالی بخواه اما OOP لازم گرفت. OOP که ممکن مبحثی که من سنگینه اصلا اگر هر در فارم نکنم حالا اصلی کامنت خیلی ام بیشتر ساعت توضیح دادم. خب حالا حتی اینترنت جشن گلک مثال جور بجور دشکن پیدا کن. کلا OOP چند تا مبحث خواهد اما حاضر که اولا بیا گپ کنیم. بعد چند تا مفهوم حاضر مفهومش اول یه سر تشتیدن پیام گپ تا در سراغ مفاهیم ونار یه سر کلاس چیه سعی دکنه وناجی در واقع چند جلسه گپ کنیم که تا برتر جا بکوه. بعد بینو چجوریه OOP دو تا یه مبحث خیلی مهم خیلی اسم کلاس چیه؟ کلاس مثلا فرض کن اما خواستن کلا OOP یه جا چرکه یه جا تو بیا داره ساختار مدل سازی که اوی توشته یک درخواستی بنویسی هم درخواستی مثلا گفتم آدم بنویسی آدم دوا یک کلاس داره
تو آدم اخوازی می‌نویسی، آدم هم مدل سازی که بعد وارم آدم مدل سازی کرد یک و چه مواس کلیدین اوپین. خب اول خب پس همین اول ذره در مورد خود اوپی ذره گپ کنیم. پس کلا اینجا آدمه، آدم مدل سازی که هر آدمه تماشا آدم یه سری ویژگی خواهد، قد خواهد، نظام وزن خواهد، اونا تو گلک توشته جور بجور خواهد و ویژگی رفت و یه سری رفتار خواهد. مثلا یه سری آدم یه سری رفتار خواهد و رفتاره دوام تابع تابع چه تابع. مثلا بازم مثال گیم تر بشینیم. مثلا سر که استودنت خواهد، استودنت چه ویژگی خواهد؟ پس ام بوتنی وی توشته تینی مدل سازی کنی، توشته برنامه کلا به اوپی آغازه بنویسیم مدل سازی کنی. وی دوا کلاسی که پیدا کنی چیه که آغازه مدل سازی کنی، اول اون چه ویژگی خواهد، چه رفتار خواهد. در واقع مثال من استودنت چه ویژگی خواهد؟ ناو خواهد، فامیلی خواهد، اوناس شنا خواهد، ایج خواهد، نمره خواهد، فلان خواهد. رفتاره چیه؟ در واقع اما آغازه بزنیم آقا استودنت چه اطلاعاتی نشان بده و سر توش تیدنه وی نشان بده. مدل سازی اکنی متناسب با مثلا امثال برنامه حسابداری تو را اگر مدل سازی کنی برنامه مثلا در واقع استودنت ایه برنامه یه جور مدل سازی و برنامه دارن یه مدل سازی مدل سازی و متناسب با برنامه اونجا بیا فرق داره. پس سالمونه که حواسه من قضیه بود مثلا بدونم چجوری دیساجی مثال ایده نجور سای گپ کنیم. مثلا سر ماشین اما آدم برنامه بنویسین کار ماشین انجام بده. خب کار خود ماشین یه سری ویژگی خواهد، ترمز خواهد، نظام ناو خواهد، اونا توش خواهد. رفتار ماشین چیه؟ ماشین اشک ترمز بگیره، اشک نظام چه بکنه، اونا پس ویژگی اونا دین مدل سازی اکنی متناسب انجام دادن. خب هم پس چه خواهد؟ هم مثل محاضر مدل هم از استودنت ها هم ماشین ها کلاسه منه. خب داخل وی کلاس ها هم یه سری ویژگی خواهی، پس داخل خود کلاس ما ویژگی خواهی و رفتار خواهی، اتریبیوت خواهی، رفتار خواهی. درسته؟ پس داخل هم کلاس بدون سازی که استودنت، ماشین، آدم هر توشته داخل وی کلاس ها یه سری اتریبیوت خواهی، پروپرتی خواهی و یه سری بیهیویر خواهی، رفتار خواهی. اوکی؟ پس خود کلاس چیه؟ خود کلاس در واقع اینجا نقش ریم نشان داده، قالب کلی نشان داده که مثلا لازم استودنت مدل سازی کنه قالب بیا چیه چه کن. من بس ایدن خانه ارتی اوپی مثلا آبجکت مثلا ویدیو من چقدر ویدیو 8 دقیقه ادامه ویدیو بعدی گفتم. آبجکت نمونه که کلاس مثلا استودنت هم کلاس خانه به اسم استودنت مدل سازی کنه. آبجکت اما حاضر بزن از استودنت آبجکت دائما نمونه که ایمه اما آدم یک کلاسه ان نمونه که آدم ماشین مثلا بنز نمونه که خود ماشینه، یعنی نمونه جدا از ماشین. مثلا چه مثلا هم بنز ماشینه که خب ماشین بنز کریستیانو رونالدو مثلا نمونه کردیه و نمونه ها هم نمونه چی هم اصلا کلاسی اصلی نمونه چه کنی استفاده کنید. درسته؟ مثلا تلویزیون نمونه چه کنی استفاده مشتری استفاده کنی.